راضیش کردم شکایت نکنه ولی خسارت ماشینشو میخوام. بیجا کرده. روبینا رو چک کردم. اول کمر بندشو باز میکنه بعد میره میکوبه بهش. خوب. فکر نمی‌کنی می‌خواسته یه بلایی سر خودش بیاره؟ با بلایی که تو سرش آوردی چه احتیاجی داره بلا سر خودش بیاره؟ چی میگی من؟ سلام عمه. خوبی ندار جونم؟ قربونت برم. مامانت کجاست؟ اینجاست. نترس. بیا محکمه. سلام مهناز، خوبی؟ سلام. از این برا مهناز تو میخواستی خودکشی کنی واقعا؟ کی اینو گفته؟ وقتی شنیدم این کارو کردی دلم ریخت. گفتم این طاقتش تموم شد، یه بلای سر خودش آورد. اشتباه به عرضت رسونده. ببین من اومدم یه چیزایی رو بهت بگم ولی تو را به قرآن از من نخوا که بیام همینا رو تو دادگاه باز بگم، چون من نمیتونم. من میترسم. چی داری میگی ازن؟ من دیدم اگه هر چیزو در دروغی که به تو گفتیم و جمع نکنیم علیار که رفت، تو هم یه بلای سر خودت میاری، ندام به مادر میشه. چه دروغی؟ بیشتر از این همه چی الکی ننداز گردن خودت. علیار به خاطر اینکه برای تو خواستگار اومده بود از پنجره نیفتاد. پس برای چی افتاد؟ به خاطر بابام. داشت از دست بابام فرار میکرد. فرار واسه چی؟ بابام میخواست علیار رو کتک بزنه. بابات میخواست علیا رو کتک بزنه؟ ندا مامان، ندا مامان، با بزرگت علیا رو زد، علیا رو افتاد پایین؟ آره؟ با بزرگت علیا رو انداخت پایین؟ چی کار کرد؟ هلش داد؟ با بزرگ علیا رو چجوری زد؟ با چک؟ با لگد؟ با مشت؟ چجوری؟ ها؟ با کلر بند افتاده بود دنبال علیا. علیا هم خیلی درده بود. با کمربند؟ چرا نیومدی به من بگی مامان؟ از چی؟ از این ترسیدی؟ آره؟ از چی ترسیدی؟ از بابا بزرگ. میرم مامان. چرا از بابا بزرگت ترسیدی؟ گفت اگه بری به مامان تو این دیگه نمیذارم مامان تو ببینه. اما عذابت هم اونجا بود وقتی داشت تهدیدت میکرد. آره. اومده بودم همه چی رو بگم، اینم میخواستم کم کم. بعد از اینکه جلوی چشمش داداشش افتاد مرد تهدیدش کردین از من جداش میکنین؟ مهناز به قرآن من گم شو برو گم شو برو بی شرف کثافت کثافت. من آرومم سیما برم. ببخشید مامان، گریه نکن.